با گذشته صلوات ما در دل کینه نمیگیریم. بچه استاد سلامت باشید استاد. سلامت. بوغالتر خب در این ساعت 11 میشه و چی خدمت هایی؟ سلامت باشید استاد. ما شما را دیدن خواستیم، گفتن که شف شب ساعت شب با قبل میکنید. 11 شب ساعت 11 با قبل میکنید. دو روزانه شف با قبل کردن نمیشه. به همین خاطر استاد ما آمدیم شما ما را قبول کردیم. هزار رحمت خدا گفتی خودتان در بزرگی جانم. ما شما را اینقدر در گذشتن نحرمتی کردیم، به همین نگاه نکردم ما را قبول کردیم. راستی گپ شرمنده و شرمسارم. همه روی خاطر استاد های گپ زد. چی خدمت کنید؟ استاد پدر بندگی کرد. اینی استاد گذشت. هیچ بردنش یک نصیحت کرده که یارمن تمام هم مردم گریه کرد. نصیحت کرد گفت که بدی سعیم هم بجای پدر هم یارمن پدرت امرا همچون پدر قبول کرد. خدا جوش جنت بیارم. بسیار آدمی خوب. در بزرگیش جان و استاد نان نمک شما بسیار خورده بود. این خبر میکنین هر برگاه جوش جنت گردانه روش شد گردانه. آمین. ای پدرم ستون غلام پدرم. نظیر خوجا بندگی ای خطه به دست بگی. آخران سخنی پدر که همی باشه، وصیت پدر که همی باشه، ما همی را قبول کردم. شما را به فرزندی قبول. خطا به پدر حس نکن. ما سخن استاد در زمین نمیمونم. پدر رحمت پدر. بچه جان چی خدمت های؟ چی خدمتی در کاره؟ همه پدر در خدمت خدا. گپ زن. بچه جان چی خدمت کنم؟ خدمت پدر همین مسئله تیم در خطی شدیشه. یک تیم در گرفتیم مسئله یک دوم. همین میگم هم ساختمانش سر کنیم ارکیتکتر میگه که همین چقورشو چقور بکنیم. کتلوان چقور بکنیم. همین ما مقصد کردیم که همین نمیشه که هیچ طوری نمیگیره. همین نمیشه که همین کتلوان نکنیم. همین دو مسئله زمین بالا زمین همین برداریمش خوب کنیم. تاج نیست همین 13 ایتاج هفت دستخط چیز دیار کن. با درم همین ساختمان همین ما خوب کنم و جمعه بریم. ساختمان درم سوز میشید. با کامیرا هیچ طوری نگره. مسئله نشیده طوری. ارکیتکت میگه که 30 متر چقریب کنه. این یک قیمت میشه. میگه 30 متر میکنه. هیچ چقوری بعد میکنیم. میگم پدر که میگم ارگنتینا نبریم با. برای میگم نکنیم. کتلوان دیونه ای؟ کدام بودم دوما به کتلوان سوخته ای؟ میگم نمیشه پدر. نمیشه بچم. یگان ایلاج نداره. عقل داری؟ یک مسئله دیگه پدر. نوبوتی کتلوان ارماتور را بوست تو راست. مقصد میگیم که همین بجای 15 ارماتور میزنن که کنجکاوش روی طرف 15 16 18 تا میزنن. نمیشه میگم 6 تا 7 تا یک سوزش کنیم نمیشه بزنیم. نه نمیشه. گفتم که نمیشه. او دام خطرناک میشه. رواد و پگه اگان جورای ما همون دام تو خونه بگیره. بعد چی میشه؟ همون جورای تمام نشون میده. هم جای سیر ارماتورش میتیم. این شدی چه قید کنیم هم جورای جای سیر ارماتورش میتیم. بیای گپارمانین
نمیشود. خیلی همین خیلی چکو کنیم ما مسئله یک گفت دیگه یک گفت بلندی دا بگو بلندی دا بلندی همین یک مسئله آخران نگه که یارمد پدر یک مسئله آخران خیلی نمیشود که مثل همون اسفالتی که 1 سانتی متر ای زدم 1 سانتی متر ای طرف زدم مسئله دادی نمیشود که مثلا همین بلندی خونه را یک چند سانتی متر پویم بفروده بعد با در زمستون گرم میشه این بهترین فکری خوبه. ای بچه سری مرا گران کردین گفتم که نمیشود فهمیدین؟ او تلویزیون تماشا کنین چی میگه؟ باور که هر دشمو آدمی اپسنی بودستین هر دک سه آدمی اپسنی بودستین. هموطنانی عزیز آسایشگاه خواجه آبیگرم شما را با فرارسی ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت گفته برایتان عمر دراز پربرکت و تن سالم آرزومند است. بخشیده به این ماه بزرگ آسایشگاه خواجه آبیگرم برای تمام نمود طبابت‌ها تخفیف اعلان می‌کند. برای نفران روزدار صبحانه و افطار با طعام‌های ملی آماده کرده می‌شود. همزمان برای استراحت کنندگانی که با سبب‌های بیماری روزه نمی‌دارند 3 وقت خوراک گرم فرمایشی آماده می‌کنند. استراحت و طبابت و فراغت در این مکان واقعاً هم تاریخی با ثروت‌های نادر طبیعی و گیاه‌های شفابخش خیلی مفید می‌باشد. پس بیش تابید و با چشم خود ببینید. آب رعدانی و بوغ طبیعی که در آسایشگاه خواجه آبیگرم از چقوری 3000 متر با گردش 97 درجه گرمی بیرون می‌براید دارای 18 المنت شیمیایی بوده در دنیا بی‌نظیر است. شادی جان بانان میخری کما رئیسه همین میدونی شادی جان که در هندوستان بانان میمون میخره یکی همه پوست بانان هم شادی جان ستون مهره ده به نهایت فایده دارده باور که ناظر خوجا جان همه پوست بانان آدم با عقل میکنه بخرین اشتیای تو بخرین شما ویتامیناش بخرین ما همین جای به ویتامینش بخرین بخرین مجرد جان بخرین شما با ما ضعیف آدم با عقل میکنه گو بچه چی مرا نگاه داری بخو آدم به عقل با عقل میکنه به عقلی دیدی؟ حالا که با عقل شدیسته برای معلومات بیشتر گرفتن شما می توانید به رقم های 44 603 99 99 44 603 10 32 44 603 10 31 و 93 355 50 77 در تماس شوید. آسایشگاه ها بسیارند اما آسایشگاه خواجه آبیگرم یکتاست. یارم پدر جان چیکار کنیم وقت چیکار کنیم گوش کنین مرا به نعمت الله میرین شما هر دوتون خواجه آبیگرم دم میگیرین 10-12 روز عصباتون آرام کشید بعد میخیزین پیش من میبیوین انا بعد ما شما را بچه جون هر دوتا مصلحت های مفید میتم انشالله بعد کارتون پیش میرم با این عصبای خرابتون و فکرهای بیزیبتون رنگ همو اسفل در بالا میمونین فهمیدی؟ تا هم فهمیدی؟ انا که میرین همو خواجه آبیگرم 10-12 روز دم میگیرین بعد میگردین با پیش من را بین بعد بهترین مصلحت های مفید من برای شما پیشکش میکنم فهمیدی خوجا جزیر جان؟ فهمیدم سلامت باشید من خرستاد که پدر کجا خیسته شما؟ ما بریم خونه ساعت 12 شب نوز نعمت دنیا نه بالای دسترخوان خلطو را پوشیم بالای همین دیوانو را درست کشیم دم میگیریم خیلی میستیم اینجا شاو خوب میکنیم سری میریم بعد خواجه آبیگر تمام اکا گپ شما برای ما قانون تمام میستیم گپ یکتم و کم ترک عصب مونده شدگی اینم خوب میرم سلامت باشیم محلی که برمد رحمت محل میستیم محل من از خدا همه اکای ورمانه میگم
همه کچکور قطعی مندل به عقل خود چه بگوارده خب چوکی بدن بخری عرض کرد خوب او توی قبق تو برام پرتوف چه خوردیه این خیلی شدیه نکمی اگر به کتلوان میشید که شده چه سومی خشو میمون اسفال نکو این کتلوان در سومی زور میمون کتلوان بل چکر میکنیم کتلوان کتلوان میکنیم نمیکنیم کتلوان کردن در کن به کتلوان نمیشته ارماتور هم چند قیموش را باید زدن در کن اما اگر دولت مرد افسر در که ای پگه کور سال کنه که این وقت رفته است دولت مرد زنگ بزنم قچشگاه بزنم بگومش که کتلوان بکنه وقت کم بای نقص چند باید آخرش 15 بود 16 بود وای نقصه بود او تلفونی دیگرین بود 15 از من ساعت 12 شب دیگه خواب نباشه تو ساعت 3 4 روز بیدار ای الو الو دولت مراد تو بیعقل می ابله دولت مراد ساعت 12 شب در خونه من چیکار میکند کدام دولت مراد کجا زنگ زدی تو دولت مراد نیستی دیگه جا غلطیدی به عقل نمره خطا زده ترا نمیگم اینا نمیگم بخشیش اگه بخشیش خطا زدی یاد نمی سوزا بزا خرید دولت مراد خطا زدی نه امید به داخل افتاد شده خوب شیرینم پرنده او هم خیلی به داخل به نظر موقعی 16 15 بزای من 15 16 زدم خوب شیرینم پرنده با امیدی دولت مرادته دولت مراد کیو از ساعت اومد دولت مراد کسی ساعت 2:30 شد ساعت 3:15 از یک دم است من نو با خود آمدم نخوا ساعت 1 شب زنگ زدی ساعت 3:30 خوابم پریدگی خون ساز همین که میکنم که تو نامت اوچه تولد شدگی و پشیمون تو میشی تو مادر تولد شدگی و پشیمون میشی تو نو قپی آدم بغلطیدی تو نمیدونی من کی تو کی خودت من نمیدونم تو کی یکی باور میکنی من نگاه کردگیم بالنیسنده زدگی مداس حاضی است تا میتونم حاضی است 3:30 ساعت خوابی من پرون ساعت 3:30 شد ولی تلفن تا بگی ولی چه شدی چه کدامی زنگت بدسته 5 بار شدی مرده خوایی حاضی است
تز بردار نامرد بردار. ای الو الو السلام علیکم. میبخشید همه یه چی پرسم، شما دولت مراد با یافتید یا نیافتید؟ های براست دیگه بگم خواتیر شدم. گفتم یه بارک پرسم. ات کی در ساعت 3 شب زنگ میزنی به عقلی بلند گپ زد ای خوابو بدار مون کردی. الو با ساعت 1 شب زنگ زدید که من گفتم نه دیگه جا غلطی دی. هوای با دیدم قرار نگیر خوام نبرد. گفتم که دولت بیچاره یافت نیافتید. یه برگم شقتی دولت مراد ای خوابو کردی دولت مراد سر طبخه یا دولت مراد سر ایتیا خورد فهمیدی؟ دولت مراد سر ایتیا خورد. خودت کشش دولت مراد قفا. نه دیدم سوال کشید.